سنگی رو بندازید توی یه آبی، ببینید مدام ازش یک موج‌های ساطع میشه و میره تا انتهای برکه و حلقه های بعدی. حالا نظام حلقه اول رو که چپ و راست مدرن بیرون از نظام بودن رو دفع کرده بود در تا سال 60، آمده بود جریان چپ و راست سنتی و چپ و راست مدرن شکل گرفته بود. ما زمانی که سال 77 رو پشت سر میگذاریم و در 1380 وارد دولت جمهوری هشتم میشیم، عصریه که اینجا دیگه آرام آرام جریان اصولگرا داره شکل میگیره. خب جمهوری هشتم در 1380 روی کار آمد. شعار تنش زدایی و مقوله گفتگوی تمدن‌ها دقیقاً وقتی شعار سال سازمان ملل شد، زمانی بود که جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون به بهانه 11 سپتامبر آغاز شد. در واقع یک اشتباه در ارزیابی نسبت به مناسبات بین الملل. آمدن روی کار جریان نومحافظه کار تو آمریکا معناش اینه که اینا میخوان جنگ تمدنی را بندازن. آقای جیمز وولسی رئیس پیشین CIA توی دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرده بود که جنگ جهانی چهارم قرار راه اندازی بشه، چون جنگ سرد رو میگیرن جنگ سوم، و بحثش این بود که 22 تا کشور رو تغییر خواهیم داد با انقلاب‌هایی که بعداً معروف شد به انقلاب‌های مخملین، که بعداً قضیه گرجستان و اوکراین پیش اومد. در مورد خود ایران برنامه‌هایی داشتن و لبنان و قرقیزستان و جاهای دیگه. حالا توی چنین شرایطی شما می‌بینید که بحث گفتگوی تمدن‌ها و مسئله تنش زدایی میاد و فضایی رو ایجاد میکنه. یک خلع سلاح عمومی، ما صحبت از گفتگو کردیم، اونا شمشیر رو برداشتن، جنگ رو انداختن. 2 تا جنگ پیرامون ما رخ میده و آغاز محاصره نظامی ایرانه. یعنی در 1180 بلافاصله بعد از 11 سپتامبر که همون روز اعلام کردیم این مشکوکه و کار خودشونه، بلافاصله شما دیدید افغانستان سقوط کرد. یادم اون روز توی برنامه‌های تلویزیونی وقتی من میگفتم اینجا میشه ویتنام، عراق و افغانستان و این اتفاق میفته، روزنامه این دوستان یکی از افرادشون که الان توی غربه، یعنی از بولتن نویس نهاد ریاست جمهوری بود، الان توی غربه، نوشته بود کی جلو اینها میسته؟ تفنگچی‌های ملا عمر. حالا دوستان داشته باشن بعد 8 سال از اشغال افغانستان توی استان هلمند الان همون رمبوهایی که شما تو فیلم‌های سینمایی فکر می‌کنید انقدر آمریکا شکست ناپذیر آرنولد شوارزنگر داره، با همین تفنگچی‌های ملا عمر انقدر ذلیل شده که نه فقط استان هلمند که بزرگترین استان و مهمترین استان افغانستان، انگلیسی‌ها رفتن نشستن با طالبان زد و بند کردن، بلکه الان در سوات رو گرفتن، رسیدن به 100 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان. آقای اوباما هفته گذشته خط و نشون کشیده برای رئیس جمهور کشور پاکستان که باید جنگ تمام عیار اعلام کنی، یه تکلیف اینا رو روشن کنی. اونجایی که یک کسی فکر میکنه آمریکا یک کشور اسطوره‌ای، افسانه‌ای و شکست ناپذیره، وقتی مناسبات فکری جامعه میفته دست این آدم روزنامه نگار، چهره‌ای از دشمن بشریت ترسیم میکنه که بعداً خودش به دامن اون پناهنده میشه. اما عدم برآورد صحیح از صحنه نتیجه طبیعیش این بود که جنگ تمدن‌ها شروع شد، ما 360 درجه پیرامونمون محاصره شدیم. 2 تا جنگ در طول اون 7-8 سال به وجود اومد و شما دیدید کاملا ما محاصره شدیم. آمریکایی‌ها توی فاکس نیوز میگفتن 21 روزه رسیدیم تا بغداد، خب 30 روزه بریم میرسیم تهران. اون روزی که داد میزدیم آقا اینجا با عراق فرق میکنه، ما یک قلم نوچه‌های فرهنگ و تفکر ما اون 3-4 هزار تا حزب الله لبنانن که اسرائیل رو ذلیل کردن، هنوز تا روزی که جنگ 34 روزه رخ بده و معلوم بشه که تمدن غرب در مقابل 3-4 هزار تا آدم شهادت طلب چه ظرفیتی برای مقاومت داره، 2-3 سال مونده بود. اما خب بحث گفتگوی تمدن‌ها ظرفیت نظام بود. نظام می‌خواست بگه ببینید مردم می‌خواستن بگن آقا ما یک چهره‌ای داریم، ما این قابلیت رو داریم، میایم از در دوستی و مودت به سمت شما میایم، اما اگر ظرفیت لازم رو برای این نداشته باشید که جواب سلام و لبخند و دست دادن ما رو بدید، متقابلا ما چهره دیگه‌مون رو میکنیم. لذا در 1384 نوع گذاره برگشت و ایران از سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی و سیاست خارجی مبتنی بر نرمش در مقابل غرب با این اصل که مگر ما تنش ایجاد کردیم که تنش زدایی کنیم؟ تنش رو اونا ایجاد کردن، اونا تو 112 کشور نیرو دارن، اونا تو 22 تا کشور پیرامون ما بالای 200,000 تا نیرو مستقر کردن. ما باید تنش زدایی کنیم؟ درست توی چنین شرایطی ما باید کرنش کنیم؟
در پرونده هسته‌ای روزنامه شرق وقتی دولت جدید میاد سر کار در پاییز 1184 می‌نویسه از قول آقای جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس که آقای حسن روحانی به من به عنوان مسئول پرونده اتمی به من قول داده بود که به مدت 10 سال تعلیق کنن مسئله تأسیسات اتمی رو. خب دروغش شما وکیل مدافع آقای جک استراو نشوید. و نتیجه حالا درست زمانی که تفکری در جامعه محل ظهور و بروز بود که این تفکر در صحنه پرونده هسته‌ای قائل بود که ما باید UCF اصفهان، تأسیسات در واقع نطنز، تأسیسات آب سنگین عراق و همه موارد رو حتی توی مجلس ششم گفتن در واقع میاریم سفوریتی لایحه‌ای رو تصویب میکنیم که دولت ملزم بشود سریع به MPT بپیوندد و تعلیق دائم کند. بودن افرادی در مجلس ششم که میگفتن ما اصلا انرژی اتمی نمیخوایم، ما که نفت داریم چه ضرورتی داره انرژی اتمی داشته باشیم. این فضا اجازه بدید دوستان اسم نبرید، بذارید هر چی خانم ها دوست دارن بگن دروغه. اجازه بدید آقا جان، اجازه بده. خب توی چنین شرایطی مردم به عنوان صاحبان سیستم و جامعه آمدن گفتن آقا دوران لبخند زدن به روی غرب دیگه تمام شد، دوران تنش ایجاد نکرده رو ما بریم بزداییم دیگه تمام شد. یک دوره جدیدی رو شروع کردن و در 1384 در 2 مرحله به جریان مدرنیست و جریان لیبرال نگفتن. اون روز بود که احمدی نژاد سر کار اومد.